اگر انسان آرزو و هوس بای شدن داشته باشد یا دعا کند، او را خداوند بای میکند یا نمیکند؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک میگوید کل شیء بقدر حتی العجز و الکیس. همه چیز به تقدیر وابسته است، حتی زیرکی و حتی گویم سادگی آدم. بعضی آدم ساده می شود، همون به تقدیر وابسته است. بعضی آدم زیرک می شود، همون هم در تقدیر زیرکی بوده است. حبیب خدا گفتن وقتی شما 4 ماه در شکم مادر هستین، 4 چیز ملائکه ها می نویسند. یکم چیزی که می نویسند ریسک تو را بای می شوی، اگر نکشیده باشد بای نمی شوی. چیزی که در تقدیر، این را به آرزو و به هوس پیدا کردن ممکن